سلام، وقت شما بخیر. امیدوارم حالتون عالی باشه. خیلی خوش اومدین به قسمت شپرکن 2 از درس اول صفحه 21. این بخش فقط یک صفحه است، ولی قبل از اینکه شروع کنیم اینا رو کامل توضیح بدیم و بریم سراغ کتاب کارش، اول از همه لغت‌های مهم این صفحه رو که داخل کتاب کار میتونین ببینید بریم بررسی بکنیم. خب همونطور که میدونین داخل کتاب کار انتهای هر درس لغت‌های مهم هر بخش رو اینجا گذاشته. ما تا الان قسمت sprechen 1، Einstiegsseite، lesen، hören، Wortschatz همینطور مخصوصاً بخش Wortschatzش رو بررسی کردیم. الان تو این قسمت هستیم sprechen دوم، لغت‌ها رو با هم بررسی می‌کنیم. هرچند ما داخل متن هم لغت‌های جدیدی داشتیم که اونا رو هم میگم، ولی اینو باید بدونین که مالون بخش نیست اون لغته، ولی به هر حال من معنیشو بهتون میگم. ما فایل‌های صوتی رو هم بررسی می‌کنیم همینطور و اونجا هم اگه لغتی نکته چیزی باشه که به نظرم مهم باشه حتما باید بدونید هم میگم، ولی میگم اونا رو جلوتر یاد میگیریم. دقیقاً مثل سطح آ1 چطوری بود اگه ویدیوها رو دیده باشین میگفتم مثلا این لغت مال این درس و مال این بخش نیست، جلوتر بهش میرسیم که میرسیدیم. خب به خاطر همین نگران نباشید. الان فقط اینا مهمن. Sprechen 2 Seite 21. Der Altersunterschied. Der Altersunterschied. Das Alter یعنی سن، der Unterschied یعنی تفاوت. Altersunterschied یعنی تفاوت سنی یا اختلاف سنی. Der Altersunterschied, die Altersunterschiede. Der Einblick, die Einblicke. خیلی کلمه مهمیه. Der Einblick. دو تا معنی خیلی مهم داره، هر دو معنی رو هم باید بلد باشید. به تلفظش هم دقت کنید، بد نیست، خوبه. Einblick. Einblick. از این به بعد تلفظ کلمات هم اگه موجود باشه داخل این سایت دودن پخش میکنم براتون. معنیش یعنی چی؟ معنی اولش رو دقت کنید. البته این دوتا یک معنی هن ولی مفاهیمشون فرق میکنه و اینکه به متنش کار نداشته باشین. ببینید ما میگیم Einblick haben in etwas Akkusativ، یعنی عبارتمون اینطوری میشه in etwas Einblick haben. in etwas Akkusativ Einblick haben. Einblick اینجا یعنی نگاه. Blick auf etwas. Blick یادتونه میگفتم بازم بنویسم این که میگفتم نگاهی انداختن. Auf etwas einen Blick werfen. Auf etwas Akkusativ Blick oder einen Blick werfen. مثلا به ساعت نگاهی انداختن. Auf die Uhr Blick werfen. Auf die Uhr einen Blick werfen. به ساعت یک نگاهی انداختن. خب حالا اینجا Einblick یعنی نگاهی داشتن. Einblick haben به چیزی نگاهی داشتن. این etwas Einblick haben که خیلی این کلیه در واقع. یک معنی دیگه هم داره، همون معنی نگاه میده ولی تو جزئیاتی که فرق میکنه. اینجا میگه یکی دیگه از معانیش یعنی durchsehen oder durchlesen in bestimmter Absicht. prüfendes Hineinsehen یعنی نگاه موشکافانه و ریزبینانه. durchlesen یعنی دقیق خوندن، از اول تا آخر خوندن. durchsehen بررسی کردن با هدف خاصی. این bestimmter Absicht با قصد خاصی. مثال ببینید Einblick in die Unterlagen nehmen. Einblick nehmen یعنی نگاهی انداختن به این etwas Akkusativ، به مدارک و اسناد. این نگاهی که شما میکنید دقیق هستش، از اول تا آخرش رو میخونید، prüfen میکنید، بررسی میکنید. خب پس همون معنی میده ولی با این مفهوم. Einblick nehmen یعنی نگاهی انداختن به چیزی. In etwas Einblick nehmen. In etwas Akkusativ Einblick nehmen. Einblick haben, Einblick nehmen. حالا دیگه چی داریم؟ دومین معنی که حتما باید بدونید اینه. براتون میخونم از رو، فقط گوش بدید. Zugang zu einigen typischen Fakten eines größeren Zusammenhangs und dadurch vermittelte Kenntnis oder vermittelte Einsicht. دسترسی Zugang zu einigen typischen Fakten eines größeren Zusammenhangs. دسترسی به برخی یا بعضی از حقایق معمول، تیپیک، رایج یک زمینه بزرگتر، یک zusammenhang، یک ارتباط بزرگتر، یک چیز کلی‌تر. Und dadurch و به واسطه آن vermittelte Kenntnis oder vermittelte Einsicht. Kenntnis رو ما میدونیم یعنی دانش. Einsicht هم یعنی دانش، شناخت، بینش. vermittelte Kenntnis oder vermittelte Einsicht یعنی اون دانش منتقل شده، بینش یا نگرش منتقل شده. پس Einblick یعنی شناخت، بینش، بصیرت. ولی خب این آخر یه جوریه، همون بینش بگیم، شناخت بگیم. مثال دقت کنید tiefe Einblicke in eine Methode gewinnen. Einblick
gewinnen. این هم می نویسم. این eine متد. باز هم حرف اضافه این رو می بینید. in etwas Einblick oder Einblicke gewinnen. in etwas Einblicke gewinnen. یعنی چی؟ یعنی بینشی کسب کردن. گوینن میکنید، شما میبرید اون رو. البته کلمه به کلمه اینجوری ترجمه نکنید. این مفهومش اینه. Einblick gewinnen یعنی دانش کسب کردن، بینش و شناخت کسب کردن. خب اینجا داره میگه بینشی عمیق. تیف Einblicke این eine متد gewinnen، در روشی کسب کردن، در متدی کسب کردن. خب پس منظورش اینه. پس خلاصه بکنیم، Einblick یعنی نگاه، معنی اولش. معنی دوم هم میشه بینش، شناخت. اون معنی نگاه یک معنی کلی تر داشت وقتی شما نگاهی به چیزی مینداختین. Einblick haben in etwas یک نگاه دقیق تر بود که میشد Einblick nehmen in etwas akkusativ. و معنی دوم هم که شناخت و بینش بود. Einblick gewinnen یعنی شناختی کسب کردن، بینشی کسب کردن. یکی دیگه هم هست کتاب میگه Einblick geben. Einblick geben که داخل متن بهش میرسیم. اون هم احتمالاً با همین حرف اضافه هستش. این etwas Einblick geben یعنی بینشی دادن، شناختی دادن. Ein spannender Einblick geben متن کتابه. دقت کنید. Ich hoffe, ich konnte euch oder ich konnte Ihnen ein paar spannende Einblicke geben. امیدوارم تونسته باشم به شما بینش یا شناخت مهیجی داده باشم، هیجان انگیزی داده باشم. spannende Einblicke. خب من اومدم گفتم که کنتنیس هستش دیگه. در واقع اون کنتنیس یا einsicht vermittelt شده هستش، یعنی دانش یا شناخت منتقل شده هستش. اطلاعات هم پس معنی میده دیگه. اطلاعات هیجان انگیزی بهتون داده باشم. امیدوارم که تونسته باشم البته. پس ما اینجا Einblick geben هم میبینیم. Einblick haben, Einblick nehmen, Einblick gewinnen, Einblick geben. خب ادامه میدیم. Das Feedback. Die Feedbacks. Das Feedback یعنی فیدبک. تلفظش دوباره Feedback. Feedback. Feedback یعنی فیدبک یا همون Rückmeldung یعنی بازخورد. ما مثلا میگیم Feedback geben. jemandem ein Feedback geben. به کسی فیدبک دادن، بازخوردی دادن. oder Feedback bekommen. پس اینا هم یادداشت بکنید خوبه. Feedback geben, Feedback bekommen. یعنی بازخوردی گرفتن، بازخوردی دریافت کردن. Feedback bekommen. Die Folie, Folien. Die Folie یعنی تلفظش رو دقت کنید. Folie. فولیه. یکی از معانیش که اینجا هست فویل هستش یا زرورق. میتونه از جنس متال، آهن باشه و یا پلاستیک باشه. oder Kunststoff in Bahnen hergestelltes sehr dünnes Material zum Bekleben oder Verpacken. برای پوشوندن یا بسته‌بندی کردن. خیلی هم ماده نازکی هستش. متریال نازکی داره. dünnes Material. پس همون فویل یا زرورق هستش. من کاری ندارم ولی معنی اسلاید هم میده. اسلاید و صفحه در واقع. این مهمه. دقت کنید این توضیح اولی بود که الان خوندم از دودن. Sehr dünnes oder häufig großflächiges Material aus Metall oder Kunststoff, das vielseitig einsetzbar ist, zum Beispiel zum Verpacken oder Abdecken, Isolieren oder Bekleben. در واقع یک متریال خیلی نازک و ممکنه سطح زیادی رو بپوشونه که از جنس میتونه فلز یا پلاستیک باشه که کاربردهای مختلفی داره برای بسته بندی کردن، برای ایزوله کردن، پوشوندن و ابدکن کردن. اینا اصلا مهم نیست، فقط معنیش مهمه. معنی دوم که بهتون گفتم یعنی اسلاید یا صفحه. این einem Vortrag oder in einer Präsentation und ähnliches. یعنی مثلا شما پرزنتاسیون دارین، ارائه‌ای دارین در فرمت یک Bildschirmseite. این فرمت einer Bildschirmseite همون دیجیتال فرم منظورشه. فرم دیجیتال هستش. پس این هم هست معنی دومش، اسلاید و صفحه. معنی اول هم همون فویل و زرورق بود دیگه. Das Inhaltsverzeichnis, die Inhaltsverzeichnisse. یعنی فهرست محتوا. تلفظش نبود تو دودن. Der Konkurrent, die Konkurrenten. پس این خیلی ساده بود، قبلا دیده بودیم اینو. فهرست محتوا. این هم همینطور. Der Konkurrent, die Konkurrenten یعنی رقیب یا حریف. zum Beispiel in einem Spiel تو یک بازی مثلا. فمینینش هم میشه die Konkurrentin دیگه en میگیره.
Der Übergang, die Übergänge. یعنی تا الان به نظر منی که Einblick یکی Übergang. اینا خیلی مهمتر از بقیه. همشون مهمن ولی این دوتا خیلی جای مرور دارن زیاد. Der Übergang, die Übergänge. یعنی چی؟ این هم چند تا معنی داره. 3 تا معنی داره، باید بدونید حتما 3 تاشو. تلفظ Übergang, Übergang. معنی اولش میشه das Überqueren, hinübergehen. از خیابون که دارین عبور میکنین überqueren میکنید. یعنی Übergang. عبور از خیابونه. Das Überqueren oder Überschreiten. البته اینو فکر نمی کنم دیده باشیم. بگذاریم. اینا مهم نیستن. فقط معنی رو دارم میگم. پس معنیش میشه عبور. عبور از که با حرف اضافه über میاد. Übergang über etwas Akkusativ. Übergang über die Straße zum Beispiel. عبور از خیابان. پس معنی اولش همونطور که از عکس هم میبینید محل عبور هم میده Übergang. محل عبور یا گذرگاه هم معنی میده. Stelle Einrichtung zum Überqueren oder Passieren. جایی هستش zum Überqueren oder zum Passieren برای عبور کردن، برای گذر کردن، برای رد شدن. این هم معنی دوم. مثلا zum Beispiel ein Übergang für Fußgänger. محل عبور برای افرادی که پیاده هستن، همون گذرگاه عابر پیاده هستش. حالا این مهمه، این معنی خیلی مهمه. Wechsel zu etwas anderem oder zu etwas Neuem in ein anderes Stadium. تعویض به چیزی، تعویض به یه چیز دیگه، حالا میتونه جدید بشه، نو باشه. In ein anderes Stadium. Wechsel in ein anderes Stadium. مرحلش عوض میشه، میره توی یک فاز دیگه. من بهش میگم گذر. Übergang یعنی گذر. مثلا unvermittelte Übergänge. تغییرات ناگهانی. unvermittelt تو دیده بودیم. allmähliche Übergänge یعنی تغییرات تدریجی. خب اینجا میگه Wechsel zu etwas anderem. تغییر به چیزی، تعویض به چیزی. حالا تعویض به یه چیز نو یا جدید یا فاز یا مرحلش عوض میشه. شتادیوم. اون استادیوم نیستا، اون شتادیونه. این شتادیوم یعنی مرحله، فاز. پس Übergang یعنی گذر، تغییر و معانی دیگرش هم مثل محل عبور یا گذرگاه و همینطور عبور هم معنی میده. عبور از. Übergang über etwas. ولی اون اولی رو نمیخواد بنویسید، یعنی زیاد مهم نیست. پس تا اینجا خلاصه بکنیم. Der Altersunterschied، اختلاف سنی، تفاوت سنی. Der Einblick یعنی نگاه و شناخت و بینش. Das Feedback یعنی فیدبک و بازخورد. Die Folie یعنی فویل و زرورق و صفحه و اسلاید. Das Inhaltsverzeichnis فهرست محتوا. Der Konkurrent حریف و رقیب. Der Übergang یعنی تغییر، گذر. معانی دیگه هم مثل محل عبور، گذرگاه و عبور از که با اون حرف اضافه über دیدیم. حالا اگه دوست دارید بنویسید ولی اجباری نیست. من میتونستم همون اول معانی رو بگم رد بشم، ولی خب پرفکت باید یاد بگیرید دیگه با مفهوم. کلمه بعدی فعل erwähnen. erwähnen یعنی نام بردن، اشاره کردن. تلفظش رو دقت کنید. erwähnen, erwähnen. معنیش هم خیلی قشنگه، خیلی کوتاه و قشنگ. nennen. beiläufig nennen. حالا این مهم نیست زیاد، ولی nennen یعنی نام بردن، به طور ضمنی نام بردن از چیزی، از چیزی نام بردن. oder kurz von etwas sprechen. کوتاه از چیزی صحبت کردن، یعنی همون اشاره کردن هستش. اشاره کردن، نام بردن از چیزی. etwas akkusativ erwähnen. etwas akkusativ erwähnen. از چیزی نام بردن یا به چیزی اشاره کردن. خیلی فعل مهمیه. شکل و فرم‌های گذشته‌ش هم پایین تر می‌بینید. ببینید هیلسوربش هابنه، hat event، اینا همه صرف شدن. eventen که خب بازم میگم صرف شده، متناسب با سوم شخص مفرد. abenteuerlustig. دیگه اینا خیلی چند تا صفت خیلی راحت و ساده داریم. abenteuerlustig یعنی ماجراجو، کسی که دوست داره ماجراجویی بکنه. jemand، اجازه بدید بنویسم. jemand der das Abenteuer erleben möchte. کسی که دوست داره ماجراجویی رو تجربه بکنه. اوکی؟ این یعنی abenteuerlustig. تلفظش رو تو سایت دوده ندیدم ولی خب ساده است. abenteuerlustig. außergewöhnlich. دقت کنید که ما یک gewöhnlich، außergewöhnlich، ungewöhnlich داریم. خب بذار اینو بیارم بالا، اینجوری بهتر شد. یه gewöhnlich داریم، یه ungewöhnlich داریم، یه außergewöhnlich داریم. gewöhnlich یعنی رایج، معمول، متداوله. ungewöhnlich نقطه مقابلشه. außergewöhnlich هم همینطور. اینا شبیه هم دیگن. چیزی که رایج نیست، غیر عادیه، غیر معموله. مثال کتاب میزنم. eine außergewöhnliche
Freundschaft. یک دوستی غیر معمول، غیر عادی. Eine außergewöhnliche Freundschaft. تلفظش Außergewöhnlich. außergewöhnlich. ببینید اینجا تو تعاریفش حتی اون gewöhnlich هم میبینید. مثال دودنم بد نیست ببینید. Ein außergewöhnlicher Umstand. یا مثلا این بهتره. Sie ist ein außergewöhnlicher Mensch. یک انسان غیر عادیه. Sie ist ein außergewöhnlicher Mensch. umstand هم یعنی وضعیت دیگه، یک وضعیت غیر عادی. همه اینا برای مروره. معانی دیگه هم میده ولی مهم نیست فعلا. باز اگه داشته باشه بهش اشاره میکنم. ولی مهمترینش اینه. extrovertiert، introvertiert. extrovertiert یعنی برونگرا. extrovertiert, extrovertiert. پایینتر که میاد دقیقاً introvertiert هم میبینید که نقطه مقابلش هست، یعنی درونگرا که خب تلفظ نداره ولی مهم هم نیست. introvertiert، extrovertiert. برونگرا، درونگرا. hilfsbereit یعنی کسی که همیشه آماده است کمک بکنه. jemand der immer bereit ist anderen zu helfen. hilfsbereit, immer bereit anderen zu helfen oder behilflich sein. behilflich خیلی کلمه مهمی یا زیاد میبینید، یعنی مفید بودن، کمک کنندمون مفید بهتر. مفید بودن. immer bereit anderen zu helfen. همیشه آماده به دیگران کمک کردن. پس من میام خلاصه میکنم میگم hilfsbereit ist jemand der immer bereit ist anderen zu helfen. وقتی به کلمه جدید میرسید سعی بکنید که برای خودتون جمله سازی بکنید. همون چیزی که به زبان فارسی میخواین بگید رو übertragen بکنید، برگردونید به آلمانی. نمیگم ترجمهش بکنید کلمه به کلمه، باید برش گردونید. hilfsbereit ist jemand der immer bereit ist anderen zu helfen. کسی که همیشه آماده است به بقیه کمک بکنه میشه hilfsbereit. nachdenklich کسی که به فکر فرو میره میشه nachdenklich. Nachdenklich. کسی که تو افکارش با چیزی درگیر میشه. mit etwas in Gedanken beschäftigt. حالا زین از خودم میگم. mit etwas in Gedanken beschäftigt sein. beschäftigt یعنی درگیر چیزیه. mit etwas dativ. mit etwas beschäftigt sein یعنی درگیر چیزی بودن. in Gedanken توی افکارت. خب مثلا مثالشو ببینید. ein nachdenkliches Gesicht machen. این که یک چهره به فکر فرو رفتی به خودتون بگیرید، چون اصلا nachdenklich از nachdenken میاد دیگه. اون فکر کردن عادی نیست، فکر کردنیه که قشنگ تحلیل و تجزیهش میکنید و آره دیگه خودتون بهتر از من میدونید. risikofreudig یعنی کسی که دوست داره ریسک بکنه، ریسک پذیر هستش. risikofreudig تلفظ که نداره. bereit ein Risiko einzugehen. Risiko einzugehen اینو من مطمئنم داشتیم، یعنی ریسک کردن. ein Risiko einzugehen. Risiko eingehen یعنی ریسک کردن. حالا اینکه bereit باشی، آماده باشی ریسک بکنی. jemand der bereit ist Risiken einzugehen. اینطوری هم به صورت جمع هم میتونید بگید. پس خلاصه میکنم. zusammengefasst. Risikofreudig ist jemand der bereit ist Risiken einzugehen. Risikofreudig ist jemand der bereit ist Risiken einzugehen. کسی که آماده است ریسک بکنه. rücksichtslos rücksichtsvoll. تلفظ rücksichtslos رو میشنویم. rücksichtslos کسی که بی ملاحظه هستش. خب keine Rücksicht auf jemanden oder auf etwas nehmen. کسی که اصلا هیچ ملاحظه‌ای روی چیزی یا کسی نمی‌کنه. مثلا rücksichtsloses Verhalten یک رفتار بی ملاحظه، رفتاری که از رو بی ملاحظگیه. یا مثلا ein rücksichtsloser Autofahrer یک راننده بی ملاحظه. و نقطه مقابلش هم میشه rücksichtsvoll اگه باشه، اینجا که هست. rücksichtsvoll این هم معنیش یعنی با ملاحظه. مثلا rücksichtsvolle Nachbarn همسایگان با ملاحظه. مثلا jemanden rücksichtsvoll behandeln با کسی با ملاحظه رفتار کردن. به همین راحتی تمام شد. این از لغت‌های مهم بخش sprechen 2 از صفحه 21. خب ان شاءالله توی ویدیوی بعدی این بخش رو در خدمتتون هستم. به من از اینکه این ویدیوی واژگان رو بزنم داخل کانال، استارت ضبط این قسمت رو هم میزنم و بعدش میریم کامل این قسمت رو با هم بررسی میکنیم. فعلا تو ویدیو بعدی موفق